سلام، خوش اومدی به چنل من. امروز اومدم چند دقیقه باهات صحبت کنم و چنلمو بهت معرفی کنم و بگم چه مسیری رو میخوام پیش ببرم. خب قاعدتا همه ما توی زندگیمون هدفهای مختلفی داریم و واسه هممون هم فرق میکنه و بعضی وقتا بهش نرسیدیم یا یه هدفی داشتیم تا آخر نرفتیمش، به یه جاهایی خوردیم یا به شرایط بستیمش و نتونستیم اون هدفمون رو دنبال کنیم. مثال میتونه ورزش کردن باشه. مثال من یه ما ورزش کردم، میگم چرا نتیجه نمیگیرم؟ خب یه تایمی میخواد، یه برنامه‌ریزی درست میخواد. من میخواستم تو کنکور شرکت کنم، نرسیدم. هر چیزی که فکر کنی. من یه بیزنسی رو انداختم، به نتیجه نرسیده. مثال من یوتیوب استارت زدم و کاری نکردم واسش، مثلا 2 ماه یه بار ویدیو گذاشتم و من اومدم اینجا به عنوان دوستت، رفیقت، هر چی که اسمشو میذاری، از تجربات شخصیم، از مسیری که داشتم، از چالش‌های زندگیم، از کتابایی که خوندم و تو این وضعیت سختی که هممون هستیم بتونم چند دقیقه‌ای بهت کمک کنم. چرا اسم چنل سامی بیگه؟ اسممه و اول فامیلیمه و به معنای بزرگ شدنم میده و یه بیوگرافی بخوام راجع به خودم بدم. سامم، 19 سالمه، دانشجوی رشته تربیت بدنی و توی بدترین تایم‌های زندگیم تنها چیزی که منو نجات داده ورزش بوده. من از بچگی عاشق ورزش بودم، چون خانواده‌ام ورزش دوست بودم، منو توی این هیته انداختن. بسکتبالیست بودم یه دوره 7-8 سالی، ولی خب برنامه دلایلی گذاشتمش کنار. خیلی اتفاقای بدی واسم افتاد و اونجا بود که 1.5 سال پیش من با معجزه دویدن آشنا شدم و کلن همه چیم عوض شد. صبح زود پا شدم، یه روز رفتم دویدم، دیدم همه چیم تغییر کرد. از روی یه ورزش، از یه دویدن که مثلا من فقط هدفم این بود برم بدوم، ولی چیزای دیگه‌ای به من یاد داد و همیشه تو از خدا گله میکنی که چرا این اتفاق بد توی زندگی من افتاد، من اینجوری شدم. و میبینی باید اون اتفاق میافتاده تا تو یه ورژن دیگه ای داشته باشی، تا تو بتونی خودتو قوی تر کنی، تا بتونی انسان قوی تری باشی از نسخه قبلیت. دقیقا واسه من افتاد یه دوره‌ای، شاید یکی از سنگین ترین اتفاقام افتاد که حالا راجع به همشون صحبت میکنم، چه اتفاقایی تو طول مسیر واسه من افتاده و اون شد جرقه من و اون شد پیشرفت من توی زندگی، چیزهایی که یاد گرفتم و منو قوی تر کرد. اون آسیب روحی که من یکی از عزیزام از دست دادم یه جور دیگه منو بلند کرد. شما میتونید اون اتفاق بدی که واسهتون افتاده رو بد ببینیدش و ادامه بدید، همینجوری بدتر بشه، یا میتونید ازش به عنوان انگیزه استفاده کنید. حرف زیادی نمیزنم، توضیح مفید و مختصری دادم. اگه تو آخر ویدیو با من همراه بودی، میتونیم ما هم دیگه دوستای خوبی باشیم و تو این مسیر با هم دیگه همراه باشیم. برو بریم.